ال انگلیسی اینه، ال ترکی این، تامغه های ترک، الفبای ترک به این شکل نوشته میشه و با کمی تغییر. ببین این اله، دست تو ترکی ال و به همین شکل در الفبای انگلیسی خونده میشه ال. ببین چرا دو حرفی خونده میشه، یا آر که ار هست. اصلیش تامغای آر رو نشونتون میدم. تامغای آر یه طرفش شکسته و آر امروزی شکل گرفته و ار به معنی کسیه که دلاور، جنگنده است، بالاست، پرهیبته و این ار در داخل ترکیبات بزرگسازه، مثل مان که مبالغه میکنه. ön ر یا هن ر. ön پیش که مثلا önere هم در ترکی استانبولی که رایج هست در کنار هنر به شکل پیشنهاده. پیشنهاد یعنی چیزی که پیش داره میاد، خب چیزی که پیشروه. و تعریف هنر در تمام لغتنامه چیزی که پیشروه. هنر قبل علم حرکت میکنه. ترکیب ön و ر بزرگش میکنه، بالاست در ön پیش، در پیش روندگی. حالا ان ön، آن اون این، آن اون این دری تو همین ساختاره در میاد در ترک. ön ün ın. ببین ön جلو، ان پهنا uzuna، این داخل. ببینید تمام این نهتایی با شکل نزدیک، معنای نزدیک هم این معجزه ترکی و اینه که اصالت تمام اینها، مثلا این که میگه در انگلیسی اینساید از همین این مک ترکی میگیم. گار این، گارن، ترکیبات کلمات ترکی اینجوریه. این یعنی به سمت داخل، گار یعنی مثل گار برف که میپوشونه تمام چیزها رو. اینجا چیزیه که میره داخل و پخش میشه و این ترکیبات دوتاییه که از بیخ حرف زدن، نوشتن رو به میون آورده. تو این ساختار نهتایی ان ön آن اون این، ön ün ın، آن اون این رو هم میبینیم که دری اینها رو گرفته، مورد استفاده قرار داده، مثل انگلیسی که این رو گرفته. ولی تمام اینها در ترکی کاربرد دارن و ترکیب کلمات به همین شکله.